که تقصیر خودم بچه، اینو من تقصیر دیگه آقا مهدی فقط ببین از یه جایی به بعد فقط خودمون تو جاده ایم. آقا مهدی که ترسیده اصلا حرف نمیزنه. یه جوریه که دیگه آقا مهدی ترسیده. آقا مهدی رو ببینیم بچه‌ها تو سکوت داره پچ میخوره. خوردن البته میشه جان کرد. خیلی خوشمزه. میشه جان کرد. آقا حسین عزیزم پشت فرمون. این سری با ماشین آقا حسین داریم میریم. خب برسم جان اینا. بچه‌ها حتما سابسکرایب بیارتون نره به عشق خودتون. بچه‌ها ببین چند تا سگه رو بس گل بود. لوکیشن نگاه به عشق خودتون داریم میگیریم ببینیم چه جوری میشه. لوکیشن یه چک کن. رسیدیم 3 دقیقه دیگه میرسیم. نگاه کنید بچه‌ها الان دیگه خودمونیم فقط. یا پیغمبر شروع شد. ببین برو پنجمت بالاتر اینجا اصلی یه همچین گدی میاد برو اون تاپ بالای اونجا بعد میرسیم به همین قبرستونه دیگه هیپ هاپ. آره قبرستون ارامنه درسته ارامنه. زیاد چیز نداره دیگه پس دیگه یعنی یه کوچولی بریم بالا میرسیم. آره. دست در نکن. مرسی آقا ممنون. خب بچه‌ها بریم. بچه‌ها آدرس رو پرسیدیم یه ذره جلوتره. خب ببین همینو دوباره برو. پرسیدی کجاست دوراهیه؟ دقیقاً همینه. آره مثل همینه یه ذره جلوتره. یه کوچولو دیگه پیاده روی داره یه شاید 100 متر و اینا میخوری به سگ هم هست قبرستون هیپ هاپ. آره خیلی سگ داره. آره ولی خب می‌خوایم بریم. نه اوکی حالا بعد نه آخه بعدش اینه گلگوش شغال هم آخه تو اینا هست. فقط باید بچه حواسمون باشه دیگه مجهز بریم. اینه آره همین. چیه؟ اینجا میگه ماشین رو بذاریم؟ آره خودشه. دیگه تو باز کن جی با ماشین بریم. جی و ابوالفضل تصادف شد. برو دیگه. همینه ها. الان قراره بریم تو با ماشین کنیم. بچه‌ها اصلا قرار نبود ما اینو وا کنیم. الان بازش کردیم داریم میریم. من واقعا یه ذره الان باید این مسیر رو مثل این که بریم. یه دوراهیه. حالا بشین فعلا با ماشین سوارشیم بریم تا کجا؟ فقط باید بچه‌ها خیلی ببینم تا کجا میرسیم. مراقب باش حسین ماشین اینه که نگیره بین چخ گذر آیلا یه میلن اینا میمونه نگاه کن. همین ور برم نه این ور نه اون که دو تا یا فکر کنم که گوهی هم میاد. جنازه میاد. آجی دوراهی گیر کردیم. دوراهی قپونه حاجی اینجا. گفت تو این دوراهیه فکر کنم پارک کنیم. نه راست برو راست برو گفته چیه میریم حالا چیک میکنیم. بابا جدی بوی چی؟ حسین الان اینجا رو ما باید بچه پیاده آقا نمیشه با ماشین رفت. پیاده من جرئت ندارم آخه اینجا رو پیاده برم. چاله هایی داره که ماشین توش گیر میکنه. آخه اصلا نمیشه رشو. اگه لنگکروز بود یه چیزی فکر کن بود جنازه میاد سگ و شغال داره ریخته بعد تو پیاده حالا یه خورده جلوتر تو برو. اینجا که داری میبینی یه خورده برو. نور من اونجا دارم میبینم. آره نور بالا تو روشن کن. جی نمیشه رفت. روشن کن نور بالا رو. نه چرت و پرت چرا میگی؟ چرا آها بیا بابا میشه چرا؟ معلوم نیست اینجا چیه. باید ما بریم جنه رو ببینیم. زود پیدا کردیم. باید رشد کنیم. مراقب سنگ و اینا باش. حسین من پیاده شم. امیر جانم امیر من ریدم به خود. نور رو بگیرم عقب که تو داری میای حواسم باشه دیگه. بیا برسم اینو بگی دستت. دوربینو بگی. خب این وریه چی سدی میشد رفت این وریه رو. شاید این از این وریه باشه رفت. چه دوست کوهی میاد چی میدی؟ تو شارژه اصلا شکو شده. میگم پله با حسین اینو فکر کنم بشه رفت. آره بابا دندرا میشه رفت. شما درست بشه. بچه‌ها من میگم باید پارک کنیم بعد بریم. آره باید همینجا پارک کنیم. باید پیاده شیم. ریدم به خودم. پیاده شو بابا. خب بچه‌ها اینجا ما دقیقاً به یه دوراهی گیر کردیم. یه راهش اون وره و
فکر کنم با ماشین نمیشه رفت. الان ما لوکیشن دقیقش متاسفانه نمیدونیم و خب بریم فکر کنم بچه‌ها من خیلی دوست داشتم آدم معروفی بشم. اگه مردم اینجا حتما منو معروفم. ساویس برو بیاتون. خب الان دقیقا کجا میشه بچه ها؟ احتمال داره که نمیدونیم آیا واقعا همون تپه که داریم میبینید یعنی همونه یا اون نوری که اونجا هست چیه؟ چیزایی اونجا آره چیزایی حالا یه چیزی عقلانیه الان ما اینجاییم. واقعا من موندم. آنتن هم آخه نداریم. بچه‌ها جا منتظر نیستیم. ماشین از اون اصلا نور رو بگیریم مامان داره ما رو میگیره. مشکوک شد آجی. آره چی بعد اوه صداش اومده. بعد بریم. چهار تا چرا قوه روشن کرد نیست چجوری پیدا میکنه؟ مثل ما تو جاده وایسیم به طرف رو بگیم شاید فکر کنم اینجا مالکی چیزی هم بچه. فردا بعد از ظهر همینجاییم. من میگم باید یه روز بارونی بیایم دیپتر عادی. یه روز بارونی بیایم هنو برسون باید خوش بانه میکنم. بریم فکر میکنم منطقی تر بریم و یه روز این یارو هم برگشت داد زد که اینجا چی کار داریم. حتما بچه اینجا یه این سگی یا گور چی؟ چی گونده؟ حاجی این چی خوردن قدر شده؟ سیاه هم این نشونه هست. باید رفت سگا زیاد هم. شیشه ها رو بریم بالا. شیشه ها رو بریم. آقا چه خوب شد ما سریع اومدی. اینا بو کشیدن ولی این گرگا بو کشیدن. ولی امشب اومدیم بیشتر به دلیل همون جریان اینکه چک بکنیم محیط و شرایط و ببینیم که به درد کارمون میخوره برای اینکه ویدیو بگیریم یا احضارهایی که قرار انجام بدیم یا اون اتفاقایی که قرار رقم بخوره قرار پیش بیفته
شده وقت فعلا خدا نگهدار.